بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم اجمعین. با یه برنامه کوتاه دیگه در خدمت شما هستیم در مورد میلاد النبی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم اجمعین. اگر زمانی با یک شخص وهابی رو در رو شدین و اگر اون شخص از شما پرسید که شما با کدام دلیل از مذهب احناف برای اینکه در مولد النبی صلی الله علیه و سلم طعام بدهید یا هر وقت دلتون میخواد شما این میلاد النبی رو برگزار میکنین، با کدام دلیل این کار رو انجام میدهید، دلیل شما از کجاست، این مطلب را برای آن شخص بخوانید. البته این مطلب برای آن کسانی صدق میکند که وهابی مسلک و مقلد نما هستند، نه وهابی کامل. خودتون میدونین منظورم کیه. کسانی که ادعای حنفیت میکنند اما حنفی نیستند. برای این اشخاص که دنبال روایت میگردن ما روایت پیش میکنیم. چه روایتی؟ این روایت. علامه مولا علی قاری رحمت الله علیه در مجموعة الرسائل جلد 5 رساله اشتباه نکنم 64 اگر اشتباه نکنم یک رساله دارم به نام المولد الروی فی المولد النبوی صلی الله علیه وسلم، در صفحه 390 این کتاب میگه که خوب گوش کنید دوستان. قال وعلى هذا فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم شكر الله تعالى من نحو ما ذكر، وأما ما يتبعه من السماع واللهو وغيرهما فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يعين السرور بذلك اليوم فلا بأس بإلحاقه، وما كان حراما أو مكروها فيمنع، وكذا ما كان فيه خلاف بل يحسن في أيام الشهر كلها ولياليه، كما جاء عن ابن جماعة. این از دلیل ما برای این افرادی که دنبال دلیل از مذهب احناف میگردن. حالا نمیدونم شاید اینا برگردن بگن که مولا علی قاری برای ما دلیل کافی نیست، مولا علی قاری به اندازه کافی عالم بزرگی نیست، چون خودشون تا جایی که ما میدونیم در مقابل علمای بزرگ در مورد کفر و اسلام ابن سینا از مولا علی قاری دلیل می آوردن و میگفتن خب ما بالاخره دلیل داریم، میخوایم بگیم که کاری که ما انجام میدیم بدون دلیل نیست. میدونه منظورم در واقع مخاطب بنده کی است، خودش بهتر میدونه. چند تا مفتی داریم، خودتون متوجه این که اینجا چی میگه. خوب گوش کن جناب مفتی. میگه که قال وعلى هذا فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم شكر الله تعالى من نحو ما ذكر، وأما ما يتبعه من السماع واللهو وغيرهما فينبغي أن يقال. اینجا مهمه، خوب گوش کنید. ما كان من ذلك مباحا، هر آنچه که مباح است، بحيث يعين السرور بذلك اليوم، هر آنچه که مباح است و موجب سرور و خوشحالی بذلك اليوم برای میلاد النبی صلی الله علیه وسلم، هر آن فعلی که من و شما برای خوشحالی انجام میدیم، برای اینکه میگیم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به دنیا اومده، خداوند این شخص رو به ما داده، اینو داده، برای این کار ما چیکار میکنیم وقتی خوشحال میشیم؟ هر آنچه که برای خوشحالی رسول اکرم انجام بشود و موجب سرور بشود و مباح باشد، چی میگه؟ فلا بأس بالحاقه. الحاق آن امر، الحاق آن فعل، الحاق آن قول، الحاق آن شیء هیچ ایرادی ندارد در مولد النبی صلی الله علیه وسلم. و ما کان حراما او مکروها فیمنع، الا آنچه که حرام و مکروه است ممنوع. میگه آنچه که حرام و مکروه است ممنوع میباشد. اونو ما هم قبول داریم، میگیم هر آنچه که مکروه و حرام است در مولد نبی نباید وجود داشته باشه. اما اینجا فقیه ما مولا علی قاری رحمت الله علیه، یعنی فقیه همه حنفی ها، میگه که ما كان من ذلك مباحا بحيث يعين السرور بذلك اليوم فلا بأس بالحقه. به قول استاد یلمه
که میفرمایند استاد قربانپور براشون دلیل آوردن، گفتن آقا ابن سینا مسلمانه. گفت شما از کی دلیل میاری؟ استاد یلمه از استاد قربانپور پرسید. استاد قربانپور گفت که من از فلان عالم بزرگ دلیل میارم. بعد استاد یلمه گفت منم از مولا علی قاری دلیل میارم. من اسم اون عالم دقیق قدم نیست، اما استاد قربانپور گفت که تو میدونی درجه علمی این شخص در چه حدیه؟ استاد یلمه گفت آره میدونم، اون درجهش از مولا علی قاری بالاتره، اما میخوام بگم که این حرفی هم که من دارم میزنم در مورد کفر ابن سینا، این هم تو خالی نیست و علما اینو ذکر کردن. بالاخره ما پیرو مذهب حنفی هستیم و در مذهب حنفی این موارد اومده. خب استاد عزیز، ما هم پیرو مذهب حنفی هستیم و بالاخره این مسائل اومده. ما دنبال هیچ و پوش نیستیم، ما دنبال مذهب حنفی هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا یک برنامه دیگه در مورد مسائل اختلافی بین مقلدین و مقلد نماها شما رو به خداوند عزوجل میسپارم. چه دعایی کنم بهتر از آن که خدا پنجره باز اتاقت باشد.